من تجربه کردم هر چقدر که تلاش میکنی که خوب دیده بشی، که خوب جلوه داده بشی تو اجتماع، که خوب توجه رو جلب کنی، باور کنید فقط دورتر میشی از دست من. تنها راهی که شما بتونید دیگران رو عاشق خودت کنی، دیگران رو برانگیخته کنی از دیدنت، وقتی که صحبت میکنی همه ساکت بشن، تاثیرگذار باشی، بیان تاثیرگذاری داشته باشی، چهره تاثیرگذاری داشته باشی، استایل تاثیرگذاری داشته باشی، تنها و تنها و تنها راهش اینه که خودتو دوست داشته باشی. با هر چیزی که هستی، با هر نقصی که داری، با هر ویژگی که داری، خودتو دوست داشته باشی. بپذیری که تو همینی بودی که هستی و بیهوده نیستی. تو بی دلیل به دنیا نیومدی. همونطوری که هستی خودتو دوست داشته باشی و بهترین لباس ها رو انتخاب کنی. اگه داری میری لباس بخری، نرو 4 تا 5 تا تیشرتی که شاید قیمتشون خیلی پایین تره رو و میتونی چند بار استفاده کنی بپوش. یه دونه لباس، 2 دونه لباس خیلی خوب، خیلی مرتب، خیلی با کیفیت که قبلا توی فایل قبلا گفتم بچه طراحی خیلی مهمه، رنگ خیلی مهمه، دوخت البته که خیلی مهمه. تو اینا خیلی دقت کنید. اون وقت